سلام و عرض ادب. توی ویدئوی پنجم از دیتا ورهاوس این اکشن میخوایم بریم حالا دیتیل رو سراغ مرحله اول ایجاد دیتا ورهاوس از نگاه کیمبال، شناسایی فرایندهای کسب و کار. جایگاه شناسایی فرآیند کسب و کار تو طراحی دیتا ورهاوس خیلی جایگاه ویژه‌ایه. تو متدولوژی کیمبال ما دیتا ورهاوس رو از دل کسب و کار میسازیم، نه از دل دیتابیس ها. این یه جمله بسیار مهمیه. ما اولین سوالمون این نیست که بگیم آقا چه جدولایی داریم، چه دیتابیس هایی داریم وقتی میخوایم دیتا ورهاوس بسازیم و فرآیندها رو شناسایی کنیم. نه، سوال اصلی ما اینه که کسب و کار دقیقاً کجا و چطوری ارزش خلق میکنه. شناسایی فرآیندهای کسب و کار یعنی پیدا کردن نقاطی که توی اونها تصمیم گیری اتفاق میفته. من دنبال اون نقاطی هم که تصمیم گیری داره اتفاق میفته. میخوام کمک کنم به تصمیم گیری دیگه. داده محوری یعنی چی؟ یعنی کمک کنی به تصمیم گیری. حالا پیدا کن اون نقاطی که داره تصمیم گیری توش اتفاق میفته. حالا فرآیند کسب و کار اصلا بیایم یه تعریف دقیق ازش پیدا کنیم. فرآیند کسب و کار یا بیزنس پروسس یه جریان تکرار شونده است، یه چیز قابل اندازه‌گیری و قابل تحلیله که در اون یه اتفاق مهم برای سازمان رخ میده. مثلا ثبت سفارش، مثلا صدور فاکتور، مثلا پرداخت مشتری، ارسال کالا، استخدام نیروی انسانی. اینا فرآیندهای کسب و کاری هستن. فرایند با واحد سازمانی فرق میکنه. فرایند فروش، فرایند مالی، فرایند منابع انسانی نداریم. ما توی ما واحد فروش داریم، واحد مالی، واحد منابع. تو هر کدوم از این واحدها یه تعدادی فرایند وجود داره و اینها میشن مالکای فرایند. اوکی؟ پس ما یه تعریف مشترک از فرایند برسیم بهش. حالا چرا شناسایی فرایند اینقدر مهمه؟ یه عدد بسیار مهم: 90% دیتا ورهاوس هایی که پروژه های دیتا ورهاوسی که شکست میخورن یک از این دو مشکل رو دارن. یک، فرایندا درست شناسایی نمیشن. دو، فرایندا بیش از حد کلی یا بیش از حد جزئی تعریف شدن. کیمبال تاکید میکنه اگه فرآیند اشتباه انتخاب کنی حتی بهترین طراحی فنی هم نجاتت نمیده. بهترین متد رو انتخاب کن. حالا گام‌های عملی شناسایی فرآیندهای کسب و کار: یک، شروع از سوال‌های مدیریتی نه از سیستم‌ها. دو، پیدا کردن رخداد لحظه‌ای. سه، بررسی تکرار پذیری و مقیاس پذیری. چهار، همترازی فرایند با زبان کسب و کار. و پنج، اولویت بندی فرایندها. یکی یکی اینا رو من براتون توضیح میدم. توی این ویدیو اولیش رو توضیح میدم. شروع از سوالات مدیریتی. پس من فرآیند کسب و کار رو میخوام شناسایی کنم، باید از اینجا شروع کنم. شروع هم از سوالات مدیریتی باشه، نه از سیستم ها و نمیدونم جدول ها و این داستانا. اولین کار من توی پروژه ها اینه که اصلا سراغ دیتابیس نمیرم. آقا کاری به OLTP ها نداشته باشه. OLTP کجاست؟ جدولاشو ببینم چند تا جدول داریم، چند تا ستون داریم. نه، اینو تو الان برای شروع ما اصلا مهم نیست. سوالایی مثل اینکه مدیرا هر هفته چه گزارشایی میخوان، کجاها اختلاف نظر بیشتر وجود داره، کجاها کدوم تصمیما پر ریسکه، خب کدوم تصمیما معمولا با چالش مواجه میشه، کجا KPI ها رو مدام میبرن زیر سوال. این یه چیزی میگه، اون یه چیز دیگه میگه، هر کی یه چیزی میگه. اگه یه فرایند هیچ سوال مدیریتی مهمی رو پاسخ نده، به احتمال زیاد اولویت دیتا ورهاوس نیست. اوکی؟ پس این که من برم فرایند کسب و کار بشناسم با یه چک لیست سوال این اتفاق صورت میگیره.